محمد حجازی در کتاب هزار سخن خویش می‌فرماید که از همه عمل خیر در زندگی این دیداربینی و از حال و احوال همدیگر پرسیدن است. زینرو بیننده عزیز، ما اهل ایجادی تلویزیون فرهنگی سفینه کوشش میکنیم که با تهیه و پیشنهاد برنامه هامان از شما حال پرسی کنیم، با شما سلام میگوییم، زیرا با شما خیلی خویش تبار نزدیک و دوستی قرین هستیم. و مهمان برنامه ما هست هنرمند محبوب دلها، هنرمندی که واقعا پیر و جوان صدایش را دوست می‌دارند، زیرا ایشان موضوعها و مطلب‌های را روی کار می‌آورد که برخورد کننده است، هم به حیات جوانان هم به حیات پیران سالان. یعنی یک عالم ایجادی بای و رنگین دارد. با دسته هنریش استاد دولت نظریف، خیر مقدم می‌خوانم. تشکر. بسیار سپاس میگویم که دعوت ما را پذیرفتید. تشکر. به شما نیز عرض سپاس به خاطر آمدنتان. تشکر سید انور جان. بسیار خوشبختم که امروزها شما توانستید فرصت پیدا کردید برای مخلصان عزیزمان لحظه دیدار بینی کنیم و خداوند کریم این لحظه رو مستجاب گرداند و فکر میکنم که در هوای صاف و در این وطن بسیار هم عزیزی دیدنی و گفتنی و محبوب میسازد که در بالای این استیج، در بالای این صحنه بسیار هم کهن که در اینجا ما عین حال در اینجا هنرنمایی میکنیم، با حلاوت و صفا و پذیرایی مخلصان عزیز سفینه و تمام بینندگان جمهوری عزیزمان تاجیکستان عرض سپاس میگویم و با یک پدیده نو میخواهم خاطر مخلصان و خاطر ساکنان کشورم را شاد گردانم. بسیار خوشحال هستیم و دوستان ارجمند، پیش از اونه که چند مطلبی را روشن کنیم در ادامه برنامه، اول باید یک لحظه استراحت میکنیم با ترانه‌ای که پیشنهاد میشود، بعدا گمان میکنم که از ما دل نمیکنید. سلامت باشید. ای عاشقان، ای عاشقان، ما را بیانی دیگر است. ای عارفان، ای عارفان، ما را نشانی دیگر است. ای بلبلان، ای بلبلان، ما را نوایی خوش بود. زان رو که این گلزار از بوستانی دیگر است. ای عاشقان، ای عاشقان، ای عارفان، ای عارفان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عارفان، ای عارفان. ای خسروی شیری سخن، ای یوسفی گل پیرهن، ای توتی شکر شکن، ما را زبانی دیگر است. تا عین عشقت دیدم، میرد به جان بگزیدم، در آشکاری بود نهان، ما را عیانی دیگر است. ای عاشقان، ای عاشقان، ما را بیانی دیگر است. ای
عارفان ای عارفان ما را نشانی است. ای بلبلان ای بلبلان ما را نوایی خوش بود زان رو که این گلزار ما از بستانی دیگر است. ای عاشقان ای عاشقان ای عارفان ای عارفان ای عاشقان ای عاشقان ای عارفان ای ریندو در این میخانه ها صوفی و کنجی سومه ما را سریر سلطنت بر آستانی دیگر است. سعید بود هم جان من هم جان و هم درمان من. سعید بود هم جان من هم جان و هم درمان من. جانم فدایی جانی او جانم فدایی جانی او کو از جهانی دیگر است کو از جهانی دیگر است. ای عاشقان ای عاشقان ای عارفان ای عارفان ای بلبلان ای بلبلان ما را بیان دیگر است. ای بلبلان ای بلبلان ما را نوایی خوش بود زیرا که این گلزار ما از بستانی دیگر است. از بستانی از بستانی دیگر است. صد احسان آفرین به صدای زیباتان، صد احسان آفرین به دستای بسیار ماهرتان که واقعا هم همراهی کردید، همراهی سراییدن. گمان میکنم برای ما و برای بیننده عزیز ما بسیار راحت بخش بود. بسیار تشکر. خب استاد دولت نظریف، بسیاری از سروده هایتان را گوش کردم و بیننده ذکی ما هم خوب میداند چون مخلص صدای شما هستند. تشکر. و همیشه شما برخورد میکنید به موضوعهایی که از ایجاد کلاسیکان است. بله. سیرش در چیست؟ ملت برومند ما از دید تاریخ با سلاله های بسیار هم پرقوت با تاریخ و مدنیت و فرهنگ و عرفان برجسته در بین تاریخ و تمدن های دیگر یک آبرو و متانت پیدا کرده است و من بعد هم پیدا خواهد کرد. بله. و فکر میکنم که موسیقی به سخن والا موسیقی نخواهد بود. بله. و تا به قولی که تا سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. بله. و من فکر میکنم که همان سلاله های تاریخی نیاکانمون برای ما هنرمندان مکتب ها گذاشت و از این مکتب ها ما بهره گرفتیم، منشأ گرفتیم و انشالله جوانان ما نیز من بعد فکر میکنم که با همون راه و روشی انا و اصول و مرتبه های وطنی بسیار هم دیدنی و شنیدنی خلق برومندمون میشوند و ایجاد خواهند کرد. بله. خب ببینید که مثلا انا همون ایجاد بزرگان ملت تاجیک رو سراییدن یا اینکه در آهنگ در آوردن استاد شادروان عبدالله نظریوف
استاد اودینه هاشم و استاد ظفرنازیم و احمد باباقلوف و ده نفر هنرمندان ابرمرد ما بودند که مثلا امروز مردم به نکی یادشان میکرد. امروز از لوح خاطر دور نمیشود صدایشان، چون که خاطیانه میسراییدن، یعنی که از صحفه بزرگان ملت ما میسراییدن و من گمان میکنم که امروزه هنرمندان هم اگر همینگونه ادامه دهند نامشان دیرباز در خاطره مردم بله سید انور جان، من چند پیش یک برنامه رو توسط تلویزیون شبکه های تلویزیونی وطنی تماشا کردم. یاد بود خدا رحمتی استاد عالمی بزرگ، استادی زبردست و بسیار شیرین کلام و شیرینگو، یادشان بخیر، اکای جورابیک نظریف و بسیار هنگامی تماشا کردن همون لحظه های بود و باششون که در حیات وجود داشتند و فعالیت میکردن، در توی معرکه ها و در نشست ها در سفرهای هنری یک خصلت و بسیار متانت عارفانه مردمی چی علم پرور و کتاب پرور، ادبیات پرور، هنر پرور را در یک حالتی تجسم میکردن و بسیار خوشبختم که در خطر در پهلوی آنها می ایستادم و چون محمد امین خردسال، چون شاگردانی عزیزی که در اینجا در گرد و اطراف ما هنرنمایی میکنن، من هنرنمایی کردم در قبط آنها، در پهلوی آنها. چی استاد اودینه هاشم شادروان، استاد اکای ظفر، استاد جورابیک نظریف و اینجا بسیارن هنرمندانی که با هم، استاد قربان علی رحمانوف که سفرها کردیم، با استاد دولتمند خالف که در بسیار چاره‌بینی های وطنی و بیرون از کشور در برای رویا و گویا گردانیدن پرچم فرهنگ و پرچم علم و معرفت کشورمون ذره بود که اگر سهم گذاشته باشیم من خودم را در این وطن عزیز، در این تاجیکستانی نیک سریشت خوشبخت می حسابم. بله جهان سپاس. مکتبی پدر را اختیار کردید و یا خواستید که خود مکتب بسازید؟ بله، شما درست درک نمودید. ساختن مکتب بود. منشأ گرفتن از مکتب های سیمخانه مکتبی پدر که ما رو در عائله در احاطه فرزندان گرد می آوردن، از جمله بزرگ برادرم اسماعیل نظریف، عزت الله نظریف و من بعد نبیره ها صاحب نظریف و غالب جان نظریف و دیگر امید جان نظریف و این سلاله، یعنی که خانوادگی بود. اما این رو اکنون مکتب باید کار ساخت، کار پیکار ساختی اختیار کرد که باز این مکتب رو در گوشه دیگری، یعنی که میگن در وریانت دیگر، یعنی که در یک گویم پدیده دیگر احیا میکردیم و این دعا ثمره بخشید. من از پدر دعا گرفتم انشالله، از بزرگان هنر، از بزرگان آوازخوانی هنرمندی تاجیک من بسیار بهره بردم. من جمله استاد زنده‌یاد احمد باباقلوف، خب انا استاد زنده‌یاد مرخوجه بهادروف، خب از استادان جورابیک نظریف، از جورابیک مرادوف، استاد زنده‌یاد قیام‌الدین خیرالدینوف که اتیکه، یعنی که اتیکه لباس پوشی داشتم در صحنه بسیار زیبا و من کورس یک میخوندم از ایشان، از این بزرگان در این پیروها دعا گرفتید که سر و لباس هنرمند باید طوری باشد که افادهگری تحمل پذیری فرهنگ و همون سنت های ملی باشند و ادامه دهنده آنها من بعد جوانان ما، شاگردان ما باشند. بله. خب جهان سپاس. و بیننده عزیزی ما، مخلصان بسیار هم هوشمند شما خوب میدونند که دولت نظریف در برابر صدای خوب داشتنش،
در برابر اونه که همیشه تلاش میکند سرودهای بخواند که نه پوچ و خالی باشند، سرودهایی که پرمضمون باشند، سرودهایی که واقعا هم شنونده احساس کند به دنیاهای برود که خیالش را دگرگونه بسازد، بسراید. و در این برابر باز مثلا از عهده نوازش اسباب‌های ضربی، اسباب‌های نفسی، اگر سخنم خطا نباشد عموما از نوازش کل اسباب‌های سازهای موسیقی میبراید. بله، من جای اشتباه نیست. من برای ملت خود، برای شنونده و بینندگان ارجمند و مخلصان عزیز که تا کجا مثال انا موسیقی و صنعت آوازخوانی رو میپرستند، دائم در فکر و در تکاپو، در اندازه همون انا چارچوبه هستم که دائم برای این تعداد شنونده و بیننده آماده باشه. بله. ببینید میگن که مثلا هنرمند میتواند از خود نامینک باقی گذارد، یا اینکه میتواند مثلا در برابر صدای خوب داشتن محبوبیت پیدا کند، یعنی که از عهده نوازش این یا آن از موسیقی برایت. خب پس منم انتظار هستم، من اینجا بیننده ما هم انتظار است. مثلا از امین نای بابایی است که فرض کردیم با چوب، از چوب ساخته شده است. و هر گونه چوب، زردالو هست، توت است، چهارمغز است. فکر میکنم که این از کدر میگوین، یک نوعی چی است که چوب است که چوبی رنگش سرخ است و بسیار صدای خوب هم دارد. سلامت باشید. خب این اسباب چی نام دارد؟ این همون چاقوس، همون لبچنگی که مادران عزیز ماماهای ما می‌نواختند. بله، ها می‌نواختند و در هر یک جشن‌های گویم مراسمی که مثلا در کوهپاره‌ها و در دشت‌ها، اصلا در ایام نوروز و بهار. بله. من خوش می‌کردم از همراهی کنید، خواهش می‌کنم. بسیار گمان می‌کنم باز یک چیز خوب می‌برد. یک آهنگ نو تولید می شود. باران باران میبارد، باران باران میبارد، فصلی بهار آمده، باران باران میبارد، باران باران میبارد، فصلی بهار آمده، باران باران میبارد، در دوست چمن میبارد، دهمو چمن میبارد، در دشت چمن میبارد، باران باران میبارد، فصلی بهار آمده، باران باران. خب دیگر اسبابک‌های هستن که مثلا این گرماچکای نفسی از این گرماچکای نفسی فرق میکنه. خب چگونه؟ این که تگمه دارد. خزان ریز و خزان ریز و خزان ریز، آه خزان ریز، چرا عمری جوانی بگذرد تیز، های بگذرد تیز، چرا آدم نداند قیمتی عمر، آه قیمتی عمر، چرا ناچیز گردد ای پی چیز، آی پی چیز، پری 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 دلم را میبری، پری 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 هوشم را میبری،
بیا مرو دیگر مرو تو یاری منی بیا مرو دیگر مرو تو یاری منی. همه با یک لبچنگ میده است. ببینید یک لبچنگ کلان است و خرد است. فرق این داره. یعنی که زی این زی این بام. ببینید فرق اینو در چیست؟ این یعنی که یک تک روشن‌تر است. بله صداش فراختر است. فراختر. این صدایش باریکتر است. سلامت باشید. تشکر زیاد. خواهش میکنم. استاد ارجمند بسیار راحت برداشتیم. باور کنید از نوازش، از سرود خواندن و حتما که بیننده عزیزمون نیز آفرین خوانده ایستاده است، چون که کاری آسان نیست از عهده نوازش اینقدر ساز موسیقی برآمدن، سرود خواندن و با وجود همه همین خاکسار بودن. تشکر زیاد. خب گاه پای برده ایم که استاد دولت نظریوف در برابر انتخاب مثلا موضوع های سروده هایش، در انتخاب مثلا هماهنگ بودن بله با نوازشگران، بله با نوازندگان، همچنین در تولید آهنگ هم نقش دارد. بله یعنی توأم ساختن اسباب های موسیقی از دیدی هم اسباب های سنتی و هم از دیدی اسباب های برقی، یعنی که زمانوی. طلبات امروزه برای هنرمندان یک گویم که روشنی رو پیش آورد و هر هنرمندی که هر ایجادکاری که میتواند موسیقی رو بیافرد، اول از نقطه نظری علمی، یعنی که دور می فصل سیدو، یعنی که مکتبی تو مکتبی و باز مکتبی و بعدی مکتبی، یعنی که علاقه در چی با واژه‌ای که هنرمند پرانچک می شود، یعنی آزاد فکرانی مستقل می شود و این چیز من رو به میدان هنری اول ایجادکاری و بسته‌کاری انا همین گرمش که نفسی آورد. خب پس گمان میکنم خطا نکردیم. همین 4 مصرع شعری که اصلا غزلی که از استاد لایق شیرعلی است و ادامه دارد، ولی همین 4 مصرعش رو خواهش میکنم از شما که برای بیننده های عزیز ما همین حالا با البته خواهش میکنم از با یاری هنرمندان با یاری رامشگران تمام می بگیرید. خب یک چیزی که بسازیم که باور کنیم. بروی ره گلی پژمرده دیدم، بروی ره گلی پژمرده دیدم، لگد مانستم نالد نهانی، لگد مانستم نالد نهانی. زمانی زیبی کو کل بودم اکنون، زمانی زیبی کو کل بودم اکنون. جوانی ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی ای جوانی.
بروی رگولی پشمورده دیدم لگتان است و می نالد دهانی زمان زیبی که کل بودم اکنون زمان زیبی که کل بودم اکنون جوانی ای جوانی ای جوانی 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 توجهی که از سراییدن سرود و از انتخاب متن و از هماهنگ بودن با شاگردان و با دسته هنری و دوست داشتن کسب احساس کردم، گمانم از انتخاب پشیمان نیستید. انشالله. چون با شاگردان با مطربان چهره دست هنگام هنرمندی آوازخوان همکاری میکند، لحظه فارغ بودن از گیر و دار زندگی و از فزلینی های زندگی می شود. یعنی چی طور؟ حالت روحی آدمیزاد یک شکلی دارد که گاه سرور است، شادی است و گاه غم است، اندوه است. و همین ها توأمند. یکی به دیگری بودن نمیتواند و حالت های می شود که در رفت بعضی چاره‌بینی های عرفانی فرهنگی وطنمون ما حرکت میکنیم که یکون با یکدیگر خوشگفتار، خوش رفتار، خوش پیندار، خوش معامله باشیم. هم باعث افتخارمندی مثال همون هنرمند است که خود را آزاد حس میکند در بین مخلصان. و البته که پشیمان نیستید از اینجا. نیستم ان شاء الله، چون که با این قدر اسباب ها من یک وقت در تلویزیون دوست داشتنی هم سفینه گفته بودم که اگر تا جای یک اسبابی اگر بزرگ یابم من حرکت میکنم اون اسباب رو برای تماشابین عزیزم معرفی نمایم. من ببینید این اسبابی برادر خردی لیلی و مجنون، یک اسباب رو لیلی و مجنون نام گذاشته بودیم در توشکند در روزهای ادبیات و صنعت تاجیکستان در کشور همسایه ازبکستان هنرنمایی نموده بودیم. او کلانتر بود، بزرگتر، اما این خردتر است و ببینید یک اسباب خرد است. و حرکت کردیم که در تیاره ها، در قطاره ها وقتی که سفرهای هنری میکنیم اسباب بزرگ اگر جا نگیره در چی ما او رو میتونیم چی وایتر کنیم. ترجیحش رو استفاده. آرزومندم که همیشه همین گونه صداتون گویا باشد.
دستان در نوازش اسباب‌های موسیقی روا باشد و البته تازه به تازه و نو به نو ایجاد کنید. تازه به نو به نو. مادام که این صحنه که با گذشته ها، با نیاکان، با هنرمندان بسیار بالا مقام کشورمون که در این صحنه، راست گپ برای هر یک هنرمند که در همین صحنه گویا که سفینه، این یعنی که فیلارمونی پیشینه کشتی ایجاد است. همون سفینه که یعنی که بسیار به هدف این نام گذاشتن، همون سفینه نیاکان که از دوری های دور تا امروز به ما، با جوانا، با پیر و برنا، با بابا و بیبی، با پدر و مادر، با باقی مانده برای سلاله های وطنی ما که این صحنه یعنی که میراث گذاشته است. سفینه‌ای که هیچ کس را غرق نمیکنه. بله. من گفتنی هم که دائم انا همین برنامه‌های ایجاد، همین سرشت ایجاد رو مثال روشن میکردگی بسیار ثوابیتی والا دارد، چون که نیاز به موسیقی، نیاز به صنعت آوازخوانی و موسیقی مردم ما از تاریخ هزار ساله ها داشت و من بعد و من جمله تا آخری که عمر انسانی وجود دارد، من فکر میکنم که همین پیکار تا آخر عمر انسان خواهد رفت و خواهد ماند. بله. جهان سپاس. به همه شما من تشکر میگویم برای آنه که آمدید. تشکر که استاد را همراهی کردید هنگام سرود خواندن و من تمنای آن را میکنم که همیشه هممون کسبمون را دوست بداریم، همیشه جان فدای راه انتخابی که اختیارا کرده ایم باشیم و کسی که واقعا هم از روی حقیقت، از روی صدق دوست می‌دارد، من بیگمان گفتم میتونم که صاحب برکت میشود در زندگی. برای کار در کسبیتتون تشکر برای اومدنتون و من باور دارم که بیننده عزیز ما از این برنامه دیدنی برای خود غذای معنوی برداشت و خواهند گرفت و بیننده عزیز ما با شما خیر خوش نمیکنیم، تنها در انجام بازم خواهش میکنیم از استاد که یک ترانه دیگر رو خب خاطر ما و شما بسر آید، بعدا قضاوت از خود شما. مرحبا. بیا بحری تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، به شبهت هم میشوی شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه، به شبهت هم میشوی شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه، درها تایید روی دبا حسن دلانگیز، درها تایید روی دبا حسن دلانگیز، شادی بی فضایت گلی رعنای دوشنبه، رعنای دوشنبه، رعنای دوشنبه، ای دوست بیا بحری تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه. بگذار سیاهی دلی مردمی ما را، با خود ببرد آبکی دریای دوشنبه، هر کس که ندارد به سراندیشه دنیا، عاشق مشوی دختری زیبای دوشنبه، ای دوست بیا بحری تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، به شبهت هم میشوی شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه، شیدای دوشنبه.
خواهم که دیگر یک کسش آسیب نبیند. بینم همدم قامتی بالای دوشنبه، با همت مردان برو من به دنیا، با همت مردان برو من به دنیا. مشهور شود شهر دلارای دوشنبه، دلارای دوشنبه، دلارای دوشنبه. مشهور شود شهر دلارای دوشنبه، دلارای دوشنبه، دلارای دوشنبه. ای دوست بیا بهر تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه، تماشای دوشنبه.